هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. دقت بکنی نور خدا داخل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی. این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. برخیز و کمی کعبه اعمال خودت باش، چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش. تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است. تصویر خدا واضح و چشمان تو خواب است. تا میتونیم دلی به دست بیاریم.